این در مورد بحث کوروش کمپانی خیلی از مردم خب متضرر شدن. خیلی چون من رشته‌ام اقتصادی و بازرگانی هست سوال کردن که چه می‌شود مردم همچین ضررهایی می‌کنن. حالا ما نمی‌خوایم بحث رو خیلی در مورد ریسک و ریزی و ریسک پذیری صحبت کنیم. ریسک رو کلاً کنار می‌ذاریم و می‌ریم زیر مجموعه هوش هیجانی. یک بحثی هست که شاید تحقیقات 10 ساله ما بوده بهش رسیده. این رو به جد میگم، یعنی مردم کشور زمانی که طمعشون نسبت به چیزی برانگیخته شد قطعاً بدونید کلاهبرداری پشتش هست. یعنی اصلا نیازی نیست اون شرکت رو بشناسید نشناسید، کما اینکه یه قیمت پایین‌تر اصلا میره زیر مجموعه بحث‌های بازاریابی و رهبر بازاری میتونه برای تنبیه یک سری از شرکت‌های دیگه یه خورده قیمت رو در حد 5% 10% پایین بیاره. ولی اینکه یک شرکتی خب به هر حال ناشناخته است، اون اصلا بحثش جداست. ولی در نهایت چه شرکت شناخته شده باشد چه شناخته شده نباشد، اگر طمع شما برانگیخته شد باش معامله نکنید. یعنی به خودتون رجوع کنید، خودتون دیگه متوجه میشید ببینم طماع شدید نسبت به این معامله یا نه. یعنی هر جایی که ما طمعمون بیشتر شد مطمئن باشیم که خطر بیشتری ما رو تهدید میکنه. در نهایت این مباحث باید از نظر اقتصادی بررسی بشه، از نظر بحث بازار هم بررسی بشه.